مقامات انتظامی تاجیکستان یک گروه 12 نفره را که قصد ترکانیدن پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را داشت بازداشت کردند. سرکرده این گروه طور گفته می شود سهراب نام داشته، ساکن ناحیه وحدت می باشد و سهراب هنگام پرسش حتی در کامera در نوار ویدئویی نیز اقرار کرده است که اون واقعا میخواست به نشان اینکه روسیه در کشور سوریه با عملیات های نظامی خود علیه مردم عملیات ها انجام میدهد، این هدف خود را میخواست پیاده کند و سهراب در نوار ویدئویی گفته است که اینها دشمنان الله هستند و اصلا اینها دشمنان مسلمان هستند و یک هنگام پرسش اصلا از این حرفای خود اظهار پشیمانی نکرده است. هنگام پرسش روز یکشنبه گذشته که در محله در گپرزیم یعنی در نزد دروازه دیویزی 201 روسیه صورت گرفت، در حضور شاهدان و اقرار کرده است که واقعا هدفش همین بود و همراه 12 نفر دیگر در شهر دوشنبه مشورت داشتند که این عملیات را انجام دهند و این مشورت اونها در نزد سرک شهر دوشنبه صورت میگیرد که از طرف مقامات انتظامی یا خود امنیتی بازداشت میشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان این خبر را تصدیق میکنند و میگوید علیه اینها پرونده باز شده است، اما به خاطر اینکه روی این مهر سری زده شده است جزئیات آن شرح بیشتر داده نمیشد و میگن که تا انجام این قضیه در دادگاه در رابطه به این مسئله آنها خودداری میکنند. طور شاهدان عینی که زمان پرسش سهراب شرکت داشتند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اینها از اپتیکاهای شهر دوشنبه اون موادهایی را جمع آوری میکنند که از آنها مواد منفجره میشد آماده کرد و پس از آنکه اینها این موادها را جمع گیری میکنند در وقت مصلحت و مشورت بازداشت میشن، ولی آنها در وقت پرسش مفتشان گفتند که در ابتدا آنها میخواستند که چند نقطه های شهر دوشنبه از جمله مکتبی که در اون فرزندان پایگاه 201 روسیه تحصیل میکردند ترک کنند و بعد دست به پایگاه 201 روسیه بزنند.